به زودی مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله‌ای که بر آن بودند روی گردان کرد. بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر که را خواهد به راه راست هدایت می کند. و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و قبله ای را که چندی بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند از آن کس که از عقیده خود برمیگردد باز شناسیم. و البته این کار جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند، زیرا خدا نسبت به مردم دلسوز و مهربان است. ما به هر سو گردانیدن رویت در آسمان را نیک می‌بینیم، پس باش تا تو را به قبله‌ای که بدان خشنود شوی برگردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. در حقیقت اهل کتاب نیک می‌دانند که این تغییر قبله از جانب پروردگارشان بجا و درست است و خدا از آن چه می‌کنند غافل نیست. و اگر هر گونه معجزه‌ای برای اهل کتاب بیاوری باز قبله تو را پیروی نمی کنند و تو نیز پیرو قبله آنان نیستی و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند. و پس از علمی که تو را حاصل آمده اگر از هوسهای ایشان پیروی کنی در آن صورت جداً از ستمکاران خواهی بود. کسانی که به ایشان کتاب آسمانی داده ایم همان گونه که پسران خود را میشناسند او را میشناسند و مسلماً گروهی از ایشان حقیقت را نهفته می‌دارند و خودشان هم می‌دانند. حق از جانب پروردگار توست، پس مبادا از تردید کنندگان باشی. و برای هر کسی قبله است که وی روی خود را به آن سوی می‌گرداند. پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید خداوند همگی شما را به سوی خود باز می‌آورد. در حقیقت خدا بر همه چیز تواناست. و از هر کجا بیرون آمدی روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان و البته این فرمان حق است و از جانب پروردگار توست و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست. و از هر کجا بیرون آمدی به هنگام نماز روی خود را به سمت مسجد الحرام بگردان و هر کجا بودید رویهای خود را به سوی آن بگردانید تا برای مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد. پس از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت شوید. همانطور که در میان شما فرستاده‌ای از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جا یارید و با من ناسپاسی نکنید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از شکیبایی و نماز یاری جویید، زیرا خدا با شکیبایان است. و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده نخوانید، بلکه زنده اند، ولی شما نمیدانید. و قطعا شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات
می آزماییم و مژده ده شکیبایان را. همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد میگویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. در حقیقت صفا و مروه از شعائر خداست که یادآور اوست. پس هر که خانه خدا را حج کند یا عمره گزارد بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی کند خدا حق شناس و داناست. کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب توضیح داده ایم نهفته می‌دارند، آنان را خدا لعنت می‌کند و لعنت کنندگان لعنتشان می‌کنند، مگر کسانی که توبه کردند و خود را اصلاح نمودند و حقیقت را آشکار کردند، پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه پذیر مهربانم. کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد. در آن لعنت جاودانه بمانند، نه عذابشان کاسته گردد و نه مهلت یابند. و معبود شما معبود یگانه است که جز او هیچ معبودی نیست و اوست بخشایشگر مهربان. راستی که در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی‌هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می‌رساند و همچنین آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و نیز در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است، برای گروهی که می‌اندیشند واقعاً نشانه‌هایی گویا وجود دارد. و برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی برای او برمی‌گزینند و آنها را چون دوستی خدا دوست می‌دارند، ولی کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتری دارند. کسانی که با برگزیدن بتها به خود ستم نمودند، اگر می‌دانستند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیروها از آن خداست و خدا سخت کیفر است. آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد و پیروان میگویند کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که آنان از ما بیزاری جستند ما نیز از آنان بیزاری می جستیم. این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرت هاست به ایشان می نمایاند و از آتش بیرون آمدنی نیستند. ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست. او شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و وامی دارد تا بر خدا چیزی را که نمی‌دانید بربندید. و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، میگویند نه، بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی میکنیم. آیا هرچند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی رفتند، باز هم در خور پیروی هستند؟ و مثل دعوت کننده کافران
چون مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی مبهم چیزی نمیشنود بانگ میزند. آری کرند، لالند، کورند و در نمییابند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزی شما کرده ایم بخورید و خدا را شکر کنید اگر تنها او را میپرستید. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است. ولی کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش در شکمهای خیش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت. آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به ازای آمرزش خریدند. پس به راستی چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند؟ چرا که خداوند کتاب تورات را به حق نازل کرده است و کسانی که درباره کتاب خدا با یکدیگر به اختلاف پرداختند در ستیزه‌ای دور و درازند. نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و در راه آزاد کردن بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. آنانند کسانی که راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما حق قصاص مقرر شده، آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن، و هر کس که از جانب برادر دینیش یعنی ولی مقتول چیزی از حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان خونبها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است. و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید. بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزگاران. پس هر کس آن وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر گردن کسانی است که آن را تغییر می‌دهند. آری خدا شنوای داناست. ولی کسی که از انحراف و تمایل بیجای وصیت کننده‌ای نسبت به ورثه‌اش یا از گناه او در وصیت به کار خلاف بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد، بر او گناهی نیست که خدا آمرزنده مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید،
روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود. باشد که پرهیزکاری کنید. روزه در روزهای معدودی بر شما مقرر شده است، ولی هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد به همان شماره تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه طاقت فرساست کفاره است که خوراک دادن به بینوایی است. و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است. ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی که مردم را راهبر و متضمن دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است باید به شماره آن تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد تا شماره مقرر را تکمیل کنید و خدا را به پاس آن که راهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکرگزاری کنید. و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. در شبهای روزه همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون در شبهای ماه رمضان می توانید با آنان همخوابگی کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه شب بر شما نمودار شود. سپس روزه را تا فرارسیدن شب به اتمام رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان در نیامیزید. این است حدود احکام الهی. پس زنهار به قصد گناه بدان نزدیک نشوید. این گونه خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند، باشد که پروا پیشه کنند. و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان هم خوب می‌دانید. درباره حکمت هلال‌های ماه از تو می‌پرسند. بگو آنها شاخص گاه شماری برای مردم و موسم حجند و نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها درآیید، بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند و به خانه‌ها از در ورودی آنها درآیید و از خدا بترسید، باشد که رستگار گردید. و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، ولی از اندازه در نگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. و هر کجا بر ایشان دست یافتید آنان را بکشید و از همان جا که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید، چرا که فتنه از قتل بدتر است. با این همه در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آن که با شما در آنجا به جنگ درآیند
پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است. و اگر باز ایستادند البته خدا آمرزنده مهربان است. با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و حد که حرمتها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقوا پیشگان است. و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. و برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر به علت موانعی باز داشته شدید آنچه از قربانی میسر است قربانی کنید و تا قربانی به قربانگاه نرسیده سر خود را متراشید. و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی داشته باشد و ناچار شود در احرام سر بتراشد به کفاره آن باید روزه‌ای بدارد یا صدقه‌ای دهد یا قربانی بکند. و چون ایمنی یافتید پس هر کس از اعمال عمره به حج پرداخت باید آنچه از قربانی میسر است قربانی کند و آن کس که قربانی نیافت باید در هنگام حج 3 روز روزه بدارد و چون برگشتید 7 روز دیگر روزه بدارید. این 10 روز تمام است. این حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. حج در ماه‌های معینی است. پس هر کس در این ماه‌ها حج را بر خود واجب گرداند بداند که در اثنای حج همبستری و گناه و جدال روا نیست و هر کار نیکی انجام می‌دهید خدا آن را می‌داند و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگاری است و ای خردمندان از من پروا کنید. بر شما گناهی نیست که در سفر حج فضل پروردگارتان را بجویید. پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش کنید که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فراراه آورد. پس از همانجا که انبوه مردم روانه میشوند شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است. و چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید همان گونه که پدران خود را به یاد می‌آورید یا با یاد کردنی بیشتر خدا را به یاد آورید. و از مردم کسی است که میگوید پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن و حالان که برای او در آخرت نصیبی نیست. و برخی از آنان میگویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش دور نگهدار. آنانند که از دستاوردشان بهره‌ای خواهند داشت و خدا زود شمار است. و خدا را در روزهای معین یاد کنید. پس هر کس شتاب کند و اعمال را در 2 روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تأخیر کند و اعمال را در 3 روز انجام دهد گناهی بر او نیست. این اختیار برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد و از خدا پروا کنید و بدانید که شما را به سوی او گرد خواهند آورد.
و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وامی دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه میگیرد و حالان که او سخت‌ترین دشمنان است. و چون برگردد یا ریاستی یابد کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. و چون به او گفته شود از خدا پروا کن، نخوت وی را به گناه کشاند، پس جهنم برای او بس است و چه بد بستری است. و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خوشنودی خدا می فروشد و خدا نسبت به این بندگان مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی به اطاعت خدا درآیید و گامهای شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است. و اگر پس از آن که برای شما دلایل آشکار آمد دستخوش لغزش شدید، بدانید که خداوند توانای حکیم است. مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در زیر سایبانهایی از ابر سپید به سوی آنان بیایند و کار داوری یکسره شود و کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه‌های روشنی به آنان دادیم و هر کس نعمت خدا را پس از آن که برای او آمد به کفران بدل کند، خدا سخت کیفر است. زندگی دنیا در چشم کافران آراسته شده است و مؤمنان را ریشخند می کنند و حالان که کسانی که تقوا پیشه بودند در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا به هر که بخواهد بیشمار روزی می‌دهد. مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. و جز کسانی که کتاب به آنان داده شد، پس از آن که دلایل روشن برای آنان آمد، به خاطر ستم و حسدی که میانشان بود، هیچ کس در آن اختلاف نکرد.